سلامی سرشار مهر نیسار یکایک شما دوستان و استادان عالی قدر. اینجا خواستم شعری را از شاعر فیروزی نظامی‌دین بهر شما قرائت کرده باشم. سیرها هفت پیران زیدندان کابی، سیرها هفت پیران زیدندان کابی، گشنه‌ها در هوسی لقمه ارزان کابی، گشنه‌ها در هوسی لقمه ارزان کابی. مرده ها خاک همه جان به سلامت بردند، زنده ها از پس هر زنده به زندان کابی، زنده ها از پس هر زنده به زندان کابی. خاطر از نفس شد و گرگ و سگان آشتی‌اند، رمه از کوه گذشت از پی چوپان کابی، رمه از کوه گذشت از پی چوپان کابی. توبه کردم که امامت همه جا ویران است، سجده کردن شده یک واسطه نانکابی، سجده کردن شده یک واسطه نانکابی. فاش گویم که تو را نیست چو در من ایمان، با مسلمانی در عیب مسلمان کابی، با مسلمانی در عیب مسلمان کابی. عیب خلق است که بر هم همه باور دارد، آدمی وسوسه شد باعث شیطان کابی، آدمی وسوسه شد باعث شیطان کابی. سری هر جاده یک ساده تملق جوید، نام خواهند به این گونه عنوان کابی، نام خواهند به این گونه عنوان کابی. آمد و رفت بها کرد به حال من و تو، مشکل آورد در این مرحله انسان کابی، مشکل آورد در این مرحله انسان کابی. فیروز اگر زادن و مردن هنر است، شکر سکر است همین چشمه حیوان کابی، شکر سکر است همین چشمه حیوان کابی.